من بعضی صاحبکاران رو من گناهگار کردن نیستم. من میدونم که همه میخواهد که درآمد صبح بسیارتر گیرد، لیکن یک چیز دیگر هم انصاف هم در کار. نگرانی رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان از بالا رفتن نرخ خانه در شهر دوشنبه. با گفته نظام میرزازاده، نرخ یک متر مربع خانه در پایتخت تاجیکستان به $800 رسیده است که در قیاس به اول سال تا $200-250 بالاتر است. کمیته ساختمان حق دخالت به این قیمت گذاری را نداشته است. صاحبکار چیزی که طلب میکند، مثلا از شرمن روزی میشد. این امروز در شهر دوشنبه نرخ خیلی بالا رفتن، درست گفتین. لیکن وقتی که دو تا سوبکت خوجگی داره با هم صحبت میکنن، ایناش یک نرخ میمونه و یک نرخ میمونه. یک کوادرات متر منزل ده همون شهروند روزی میشود. لیکن روزی میشود، پس اون میاد عریضه مینویسن هم مانده که رئیس همین مسئله را یک بار بررسی کنید، مرا نرخ ما در قیمت کرده است، ما کمک کنید امیر کمی ارزون کنند. حالا که من حقوق معنوی ندارم که صاحبکار را مجبور کنم که نرخ ارزون کنه. با گفته رئیس کمیته، از بس که طلبات به خانه در تاجیکستان زیاد شده است، شرکت‌ها بر اساس قانون بازار قیمت را می‌بردارند. بازار نرخ آزاد بازرگانی است. اختیاری صاحبکار بیند که طلبات به منزل بسیار است، نرخ می‌بردارد. با کاستش قرب $، امروز نرخ مسئولای ساختمانی ما تا 20% به پایان فرموده است. این هم یک برای پیشبرد کارهای ساختمانی پیشرفت جامعه ما است که ما امروز مسئولای ساختمانی استثمار می‌کنیم. صاحبکارانی که در این بخش کار میکنند نمیخواهند در نزد دوربین صحبت کنند. آنها در گذشته بالاروی قرب $، نرخ مسائل ساختمانی و زیاد شدن معاش را از سبب‌های افزایش نرخ خانه گفته بودند. سوالی که ناروشن است این میباشد که خرج ساختمان یک متر مربع خانه در دوشنبه چقدر است. رئیس کمیته ساختمان این آمار را نگفت و تنها اشاره کرد که صاحبکاران باید فایده گیرند وگرنه بنا نمیسازند. ساکنان میگویند که صاحب منزل شدن در پایتخت هرچی بیشتر مشکل می شود. $800 باشه یک جو میتونی گیرد. اون خلاصه همیشه گیرسته. خیلی نمیدونم اگه مهاجرت برای کار کنی اگر چند سال بعد بیاید ممکن است. نرخ نرمال براتان. خیلی که شهر پایتخت تاجیکستان هم کدام وزمانش دارد بگیره نداره یا داموران اون قدر آدم هر سال هر ماه کوارتیر پولی میتونه که سوم زمین نمیگیرن کنه. نرخ خانه هم همچنین بسیار گران است. برای مردم عادی دسترس نیستیم. شخصانی که امکان دارند شاید میخرند. یک خانگی، دو خانگی، سه خانگی. کسی که امکان ندارد دشوار است. سالهای اخیر ساختمان بناها در دوشنبه یک بار زیاد شد ولی نرخ‌ها هم بالا رفتند. بانک‌ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا هیپوتک پیشنهاد می‌کنند ولی فایز آن بلند است. افزایش باسارت اهالی در تاجیکستان و رو به شهر آوردن مردم ناحیه‌های اطراف و روستاها را از عامل‌های دیگر بالا رفتن قیمت خانه‌ها می‌دانند. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی، دوشنبه.